مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان تحت ریاست رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور نشست را به منظور هماهنگی میان خبرنگاران و رسانه‌های این ولایت برگزار کرد. در این نشست رئیس اطلاعات و فرهنگ غور از تلاش‌های خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در راستای اطلاع رسانی مطابق به پالیسی نظام امارت اسلامی کشور ستایش نموده و از هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و مسئولان مطبوعاتی این ولایت وعده سپردند. اونا خوب کار کردن، اطلاع رسانی کردن از منافع نظام امارت اسلامی و از دستاوردهای امارت اسلامی و همچنین مشکلاتی که مردم در ولایت غور داشتن نیاز به رسانه‌ای بوده، اونها رسانه‌ای کردن. من بعد هم متوجه باشن و طبق اصولی که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ برای خبرنگارا داده شده و دستور داده شده در تهیه خبر و اطلاع رسانی دقت کنن، کوشش کنن. از سوی هم خبرنگاران ولایت غور از تلاش‌های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور جهت هماهنگی میان خبرنگاران و سخنگویان این ولایت در امر اطلاع رسانی قدردانی نموده و بر هماهنگی بیشتر میان منابع خبری تاکید نمودند. ما از تلاش‌های ریاست اطلاعات فرهنگ به خاطر به دسترس قرار دادن اطلاعات به موقع به دسترس خبرنگاران و رسانه‌ها تشکر می‌کنم. واقعا کار خبرنگاری و کار رسانی در ولایت غور به شکل خوب، گونه بسیار مثبت به پیش رفته و همیشه ریاست اطلاعات فرهنگ و مسئولین مطبوعاتی در این ولایت تلاش کردند تا اطلاعات به موقع به دسترس رسانه‌ها قرار بدن. گفتنی است بعد از پیروزی امارت اسلامی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور سهولت‌های زیادی برای اطلاع رسانی به خبرنگاران و رسانه‌ها فراهم شده است که به گفته مسئولان همواره از سخنگویان و منابع خبری اطلاعات را به موقع در دسترس خبرنگاران و رسانه‌ها قرار می‌دهند.